دفتری نو نوشته ایم با 5 فصل، از تکاپوی سنگ تا سکون آب، از هیاهوی برگها برای شکستن سکوت آوازخوان‌های سرزمینی پر فراز و فرود که پیمانه گنج‌های شاخه‌هایش سرشار است و داستان رنج‌های ریشه‌هایش بی پایان. از خواب و رویا و کابوس‌های کوه‌های گنگ گفته ایم و از رودهای پرسخن. خاطرات ناگفته را شنیده ایم و از آوای وحش زنگان 5 داستان برای دیدن آورده ایم. تهیه کننده و کارگردان اسماعیل کرمی.